دوستان عزیز که همه دوستان من در اینجا و دوستان نوا و شعرم خوش آمدید. من میخواستم که در این محفل نازنین حضور دوستای عزیز من از مملکت دوست ما نروژ که ما نروژ میگیم، ساکسفون نواز معروف جهان، دوست بسیار عزیز ارزنده من، شما ایشون رولف اریک نیسترام با افتخار این دنیا رو ببینید که در فستیوال رومی ما با هم یک برنامه داشتیم و اولین کاری که اریک کرد منو با ساکسفون آشنا کرد. با ساکسفون که از دیدنش میترسیدم، یا وقتی با این صدای با حشمتش، با این صدای آهنیش میترسیدم. و وقتی که ما بار آخر همراه رولف برنامه داشتیم، اینقدر تای تاثیر موسیقی رولف موندم که شعرم فراموش کردم. و از تالار کریستین میگفت که گوگی تنها. من میخوام بگم که هممون گرگ تنهاییم در این دنیا و ما را موسیقی، فرهنگ، سخن و شعر به هم پیوند میکند. و امروز هم ما همون گرگ‌های تنهاییم که میخواهیم که با واسطه سخن، با واسطه کلام، با واسطه موسیقی به هم بیاییم و این کار دوست ما میخواهد بکند. من میخواستم یک دوست بسیار عزیز و ارجمند ما را به شما معرفی کنم. امیر میرزایی، بنیادگذار فستیوال رومی و یکی از ستونهای امروز این فستیوال در پهلوی ما حضور دارند و هر کاری فرهنگی که میکنن برای فرهنگ فارسی، برای زبان فارسی و برای مولانای مارسی. این شاید اولین وقت باشد که من از عقبی دوستم میروم و شعرهای کوتاه نو که شما هیچ وقت نشنیدید به جز یک شعر من آماده کردم. این کس عشق می نوازم بعد من بفرمایید. ای زهر کی بوده خوب من خدا حافظ، ای سرور غوسروب من خدا حافظ. ای بهار در زمستان گلفشان گلبز، ای طلوع در غروب من خدا حافظ، ای طلوع در غروب من خدا حافظ. پس شود مقام عشق نوحه مقام می شود، پس شود مقام عشق نوحه مقام می شود، لال شود زبان عشق شکوه سلام می شود، سرد شود شرار دل عربده رام می شود، تلخ شود شراب عشق زهر بکام می شود. سفسطه گو هرزه سرا لیک خموش لب مباش، ختم شود کلام عشق عشق تمام می شود، ختم شود کلام عشق عشق تمام می شود. گرگ تنها
طبل لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی، طبل لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی که ای خموشان و ای کفن پوشان گشنه چشمانی حقیری مست و عریان میخورندم. گرگ تنهایم میان رمه وحشی، گوسفندان میخورندم، گوسفندان میخورندم، گوسفندان میخورندم. هزار و یک واسطه هست در صنعت هنر که ما حالی نامختیم و نشنیده. من زیاده از 100 مملکت دنیا بودم. نیل استرانگ گفت که من 50 مملکت بودم. من دیروز گفتم که من زیاد از 100 مملکت بودم، دیگر هیچ جا رفتن نمیخواهم. گفت چرا؟ گفتم که میخواهم به مملکت دل خودم برگردم و به خودم وارد شوم، اجازه نمیده. ما حال خودمون نامختیم، اقلا به واسطه ساکسفون، به واسطه گریه یک آهنگ به خودمون نزدیک شویم. این ایده من بود، این خواهش من بود و این دوستا که من از سال گذشته بسیار مهربانانه در نروژ مهربانی قبول کردن. اونجا ما آدم خودی شدم دیگه. میگن گرگ تنها. گرگ، نقش گرگ در افسانه ها و روایت ها و استراهای اینا خیلی قوی است و خودی همین دوست من هم رولف، معناش ولف یعنی گرگ است.